آشپزباشی.com. نفهمیدم یه دفعه از کجا پیدا شد. خیلی هول کرده بود. نگرانی تو چشماش موج میزد. وقتی ازم خواست وانمود کنم که میشناسمش و با هم قرار داریم، شوکه شدم. راست میگفت. یه نفر که پشت میز کنار در نشسته بود خیلی عصبی به نظر میرسید و چشم از ما بر نمیداشت. پای چپشو تون زیر میز تکون میداد و با ساعتش بازی میکرد. سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم. همون موقع قهوه‌مو آوردم. ازش پرسیدم شما چیزی میل دارین؟ اونم یه قهوه سفارش داد. با لحن التماس‌آمیزی گفت خواهش میکنم خودتونو خوشحال نشون بدین. لطفاً در مورد من بد فکر نکنین. شاید اگه همه داستانو میدونستید به من حق میدادید. به ساعتم نگاه کردم. 1 ساعتی وقت داشتم. من هفته 3 روز بعد از شرکت میام اینجا چون مؤسسه‌ای که توش درس میدم همین نزدیکی هاست و ارزششو نداره به خاطر 1.5 ساعت برم تا خونه و برگردم. پس بهش گفتم خب داستانتو برام بگید. گوش میکنم. با تردید پرسید آقایی که دم در نشسته بود هنوزم هست؟ با سر تایید کردم. از خانواده‌اش و پدرش که چند سالی فوت کرده گفت. از اینکه به خاطر کمک به درآمد خونه مجبور شده دانشگاهش رو ول کنه و ماجرای اون آقا پسر که تا اینجا تعقیبش کرده بود. معلوم بود که بغض گلوش رو به زور داره فرو میده. اشک تو چشماش حلقه زده بود. گفتم نگران قضاوت من نباشید. هر کسی داستان خودشو داره. پرسید داستان شما چیه؟ منم از اینکه 5 ماهی میشه از آلمان برگشتم و توی یه شرکت تجهیزات پزشکی کار میکنم و 3 روز در هفته هم آلمانی درس میدم گفتم چون از عصرهای بی برنامه متنفرم. وقتی دوباره به ساعت نگاه کردم فقط 10 دقیقه مونده بود تا کلاسم شروع بشه. اصلا گذر زمانو متوجه نشده بودم. پسری که دنبالش اومده بود حالا دیگه رفته بود. هرچی اصرار کردم من پول قهوه‌شو حساب کنم قبول نکرد. داشتیم خدافظی میکردیم که یادم افتاد خودمو معرفی نکردم. گفتم راستی من پارسا هستم. پارسا ملکی. اونم آهسته گفت منم سپیدم. ممنونم که منو نجات دادید. از در که رفتیم بیرون رفت اونور خیابون و تاکسی گرفت. منم باید سریع خودمو به کلاسم میرسوندم. دیگه دیر شده بود. اما میخواستم ازش بپرسم بازم میبینمتون؟